هلو فرندز، چطورید بچه؟ امچس هستم. امیدوارم حال تک تکتون خوب و فوق العاده باشه. امروز اومدیم درفت، باز هم درفت. یه توضیح بدم که ما چرا یه مدت ویدیو خیلی کم میذاریم. اینا درگیر دانشگاهیم، امتحان فصل امتحاناست، خیلی اصلا خیلی اوضاع سختیه. سر اون یه خورده کم ویدیو میذاریم. هفته بعد که پک اوپنینگ تیم اف دی اینا رو میذاریم، یکی دو تا ویدیو حالا بستگی به تعداد پکی جمع میکنیم باشه. تا الان 101 پک، حالا تا موقع ببینیم خدا کریم هر چقدر بشه. ولی خب بعد اون دیگه حسابی دوباره فعالیتمون رو درست حسابی تر و اساسی تر میکنیم. لال شدم یه لحظه و الان که اومدیم درفت، بریم درفت بگیریم. Let's go. گوشنه بیا، گمشو بیا. او زهر ما رو اگه دوست دارید کله کچل من از نزدیک ببینید با سابسکرایب خود کله کچل من نزدیک شوید. من درفتنا رو من میذارم. ابی زدی؟ آره بابا من خواب بیدار شدم. من میگم تو خودم پلی میدم. به نظر من 4-2-2-2 رو بردار. 4 تا صبح 2 دیبالا 91 جام اومده. دیف نداره دیبالا. رونالدو میده چون بالاش رونالدوگر میده. خدا بده برکت. بالاش لوکاکو داد. پلاس که اونور نزدم. قرار بود رونالدوگر بده لوکاکو داد. لوکاکو میبردیم. چه باش من خود خستم. دور امیدوار تمام. چرا این تو رو نگاه کردم اونجا رو باید دوست میکروفون حرف میزنم دوربین نگاه میکنم اگه نمیدونستی در جریان باش. بچه ما با بدبختی امروز نه اومده بود تو کارو، با بدبختی داریم ویدیو رو ضبط می‌کنیم که ضبط نمی‌کردیم مثلا اینجوری. فابینیو بردار حالا. نه امروز خدای خیلی روز سختی بود. امروز نه اومده بود تو کار. علاوه بر این که درگیر دانشگاهیم، درگیر کارم هستیم. من خودم خیلی درگیر کارم واقعا. نه اومده بودم نرم بگو تو کارو. الکساندرو بردار دیگه. نه تو کار هم آره اصلا هر چی شریعت جور نمیشه. ولی خب می‌خوایم براتون هفته ولی خب اومدیم وقتی آینده پک اوپنینگ بزنیم. اوف بدنارک. او نه او آره داشم کالاسشون دیوگوشون البته. بچه خیلی نزدیکی تا سابسکرایب کنید میذارم بالا. اوبامیان واران اوبامیان چه بوت یه خواهر خستیم. چیزی نیست با حال برم داشتم. کار با حال باید برم داشتم. کار بخیر نمیبینم نه کازم پچولیا اوه آدم ها خسته و تنها، آدم ها با هم و تنها، خدا یه جور معمان. نمیدونم چرا برداشتم. چرا معمان؟ چرا دروغ میگی؟ این نیستن آدم نه لوا یر داره. ویلچر بردار. بابا گفتم ویلچر برای چی باکه برشی؟ گاو کچل کلوچی روغن کل پاچی روغن گیرش نیومد. یه حاجی تو دیتیم اومد. پاتو جمع کن میخوام پام راحت بشه. نه نمیخوام پات راحت بشه. میخوام 100 سال سیابات راحت بشه. خر پای من ناراحت باشه میزنم پاتو ناراحت میکنم. ناشه بعدا راحت کن. آقا به ازای هر گلی که خوردی 10 کی باید گیو اوی بدی. نه گل زیاد میخورم من تو بازی‌ها. یه پلن دیگه. ببین یه ویدیو داریم در ادامه هفته. تو اون یه صحبت راجع به گیو اوی میدیم. اونم کوینه. به اضافه اون کوینایی که تو اون ویدیو به دست میاد. من این شوخی نداره. بعضی هر گلی نخوره پات به پایه. من خرم. شما حرف بزن یعنی راحت باشه. به ازای هر گلی که الان بخوره 10 کی به اون گیو اوی فیفا کوینش اضافه میشه. هر گلی بخوری 10 کی باید گیو اوی بدی. بزن بره. آخه گل زیاد میخورم. من میدم دیگه، بزن بره دیگه. اکانت منه دیگه. من مایدارم بابا. اینجوری کوینا رو میپاچیم گیو اوی. چرا غلطی نمیتونی رو تیم بکنی؟ یه ذره مهاجمامو تقویت شه گل بزنیم. حداقل کاش رو دیبالامو یه دونه آنتر میوردم جلو. بعد فینیشر رفتیم تو بازی. کرونا بیارم تو زمین همه مریض. برو تو ببینیم چی میشه حالا. برو تو که بسایی که نزدیک به 100. نزدیک به 100. اینقدر مونده. اینقدر. چه دوربینت خرابه. چرا؟ توانایی به تصویر کشیدن زیبایی من نداره.
بچه دروغ میگه، این بغل اتاقش یه سنگ گذاشته گوشه، حالا بعدا تو روم تور میبینید اون گوشه سنگ گذاشته همچه صحرایی بخاری هم گذاشتی گرم باشه سرمانه چرا نمیاد الان قضیه زدی؟ ببین چیزی رو آپدیت نیست، فقط ببینو نرو، فقط ببینو، بری رکورد قطع میشه. فقط بیا پایین، فقط ببین. نه دایره بزن. دایره. امروز خواهم با خوشحالی گل‌های جذاب. بچه‌ها به نظرتون لایو استریم بریم وارزون امیرم باشه؟ اون ور خطا، چون نمیتونیم که تصویر باشه. به نظرتون بریم لایو استریم وارزون؟ اومدن آرماش خودیه بیکلا هم نیستن. استیار رو ببین، حلال بچین دفاع رو ببین. خب همینجوری رو بودی استیار رو من گفتم دفاع رو سیبیا رو ببینی در سرگم باشی. آدم ها رو فعلا بل کنید، الان فعلا به خودمون بپردازید. راست خراب است. داشت ما جوان ترین گلزن تاریخ سینما رو داریم. تاریخ سینما هر گل بخوره من کوین میدیم. بچه‌ها سگ دفاع توپ رد شد بازیکن رد نشه. هر گل 10 کی کوینه گیو اوی. شعار تیم اینه بازیکن رد شد توپ رد نشه، توپ رد شد بازیکن رد نشه. چه شوتی میزنه؟ بابا ارلینگ بود به من چه؟ لوکاکو رو ببین. ما بازی خونیم بابا. میدونم بچگی بازی خونیم. تحلیل فوتبالی من اصلا رال نمیره صلوات بگیر. حالا کارلوس داریم، روبرتوشو نه دیگوشو. شایعه است برادرزادشه. حالا نمیدونم. 10 کا بچه‌ها حساب 15 کا بدیم. فوتویز کیت فوتویز بهمون گفت. فوتویز میدونی چیه؟ یه چین فوتبینه. من نمیدونم چرا اون کیت داره فوتبین کیت نداره. واقعا من نمیفهمم چرا اون کیت داره ما کیت نداریم. مثلا 10 کا مثبت اون گیووی. هر گلی هم زدم خونسا میشه دیگه. نه آره دیگه. نه حالا تو من میخوای بدی؟ حالا من نمیفهمم تو من میخوای بدی؟ من پول نمیدم. ها؟ اشتباه شد قصه که من نمیدم ولی پول میدم. رفتی داشتم فکر میکردم. یا بچه 20 کا حلالوسی. اما یه خورده خیلی حالمون خوبه سرمون داشت. حالا که تو قراره کوین بدی میخوام گلبارون شم حالا پولا رو بدی بره. بعد تیم آفت ایرا پک اوپنینگ تیم آفت ایرا بچه‌ها اینقدر گل بخورم که هرچی تیم آفت ایرا در میونه کویناشو پخش کنه. صداشو در نمیاریم که دوتا تیم آفت ایر در بردیم. نه ترید نه نمیگیم. نه همون سر ویدیوهاش ببینن. برید پک اوپنینگ حال. آره دیگه سر پک اوپنینگش ببینیم همون دوتا رو دیگه. ما تا الان نمیگیم هم یه دونه فوروارد بوده یه دونه میدفیلدر. نگیم تا الان دوتا مدافع در بود. نگیم خلاصه که ما چیز کردیم دوتا یه فوروارد چند پای نفر چیزو رفتیم. نگم. نه نمیگیم. همون ویدیوهاشو ببینید اوکی. پاولو دیبالا با راست زدی یا چپ؟ با راست. چپ پای نه؟ دارم یه کار میکنم که تو بسکسته بشی بندازی زیر همون. نه هیچی آیا من لو میدم ای بابا. نه ولش کن هرچی حالا یه جا میزه. آره معمولی شد. خب بخری دیگه. آره میخوام رونالدو معمولی بخرم اونجوری که شاید هم اسپشیال یو سی ال خریدم ولی اسپشیال دیگه ایشو که اصلا ما رونالدو میدیم چیه؟ اصلا رونالدو چجوری مینویسن؟ چرا توپو خراب کردم؟ خیلی خرید. حواسم نبود به جای پاس بدم رفتم جلو. من می‌خواستم کجا برسم؟ مثلا برم به دریا برسم ماهی بشم. دریا من با تموم درد. اونسوی ریزنه. واه کام بک. نشوندیم با درفت. بیا با وارانه بعد توپو گرفته داشت. هلوس. نه نگرفتش. نگاه نکن. من نگاه. سلام. بچه 30 کا تا الان وارانه خراب کرد. تا الان 30 کا به گیووی هفته بعد اضافه شده. ببین چقدر دوستتون دارم. من گل میخورم که به 30 کا نیمکت بده سق بزنه. کرونا رو میارم. تاجر میبرم نو. آقا بگیرش گله. بچه 40 کا. بابا چرا نمیگیرش؟ 40 کا به گیووی هفته بعد اضافه شد.
دوستان عزیز چقدر کوین میخواید سریع اعلام کنید. به دقیقه 55 زیاد وقت نمونده. من بیشتر دوتا گل به خودی هم نمیتونم بزنم. بازی میندازه تا اون بیرون. سه تا میندازه بیرون. سومیه دیگه میگه بای بای. میگه نه بابا تو گل بخوره. 50 کا بگی به اضافه 50 کا گلایی که میزنیم هم میخوای مثبت 10 کا بدیم ها. چیه؟ الان 70 کا بدیم. من دو تا گل دادم شو. نه دیگه ما رولز رو که نمیتونیم عوض کنیم. قوانین با همه یکسانه. خدا خواب بیدارم که خیلی نامردی. تمام شد. تازه برنامه تازه 100 کا رو گیوه پلن 30 داشتم تازه خواب بیدار شدم. خب اصلا امروز حال ندارم. فاز بیرونه. بریم الان چیکار کنیم؟ بریم پسرای زیر 18 سال بکن تو دیوار. چرا باید بریم تو دیوار؟ میکنیم تو دیوار. چرا خب؟ خب تفریح دیگه. بریم قیمت PS5 رو بگیریم تو تهران. تهران چیه؟ بریم PS5 فولسینز. آره اینا رو قیمت بگیریم. بریم چند میگن؟ اکشن فیگور. بریم. نه دیگه قیمت منو نگیر دیگه. بریم بچه بریم بخوری کرج الکی بگردیم. اصلا حوصله بازی الان نیست. خیلی تلاش کردیم ویدیو اینا رو ضبط کنیم نشد. سخت. اگه دوست دارید من برم بیرون عدد 1 و 3 تا 141 3 تا 2 مربع. I can see the light of day, but I can also see the bones decay. I don't know what else there is to say. I'm doing my best not to run away. Throwing rocks across the pavement, hoping it'll cave in and swallow me whole. Wondering how the world keeps on spinning, kinda scared of living when it unfolds. Hard to see the light when everything is dying, waiting for it to clear. Well, I'm alive, but چرا سورپرایز آوردم براتون؟ دو تا این دستا داره. باشه نمیتونم نزدیکیم. همین نزدیکترین این نزدیکترین فاصله واسه به PS5 فکر کنم تا چند سال آینده. آره برو ببین چند امیر. قیمت کنی؟ آره برو ببین چنده. اگه به یارو گفتم چنده گفت آب نبات نخی قنده چی جواب بدم؟ خفه‌شو برو. چی جواب بدم بگو. همین دستاشو میخوام تو دستم بگم نمیذاره. چون حلالم کنه جا رفتم. برو یه قیمت بخوای بگیری. چند؟ رنگونه بود که برگ‌های باقی ریخت. چند؟ 23 تومن ناقابل. 20 لعنت به آمازون چرا موجود نمیشه؟ دولسنس 1,800,000 تومان. خوب داره میگه. اخبار بعدی که نه الان آره شما خیلی نزدیکیم. چیزی نمونده. چیزی من واقعا مایه مباهاتمه. این گوردش تا کرج داره. دیجی کالا داره، آمازون و بسپای نداره. اومدم ایبی داره. بسپای آمازون نداره. حالا ما باید بیام از این فاصله فقط ببینیم نخریم. امیر وایسا من یه دستم به دوربینه. امیر پاد روستی. امیر بیا پایین. پاد روستی. من اینجا جا میرم به جب میگیرم اما آشنا حرفش شرم نه جب محمد جان شرم
خاجری هم این به ساعت علاقه داری؟ بچه اگه خوب سابسکرایبمون کنی چلا یه دونه اینا میخریم. من یه چیزی یادم رفت یه دقیقه منو بگیر. سلام به سابسکرایبای عزیز. سلام سابسکرایبر. نه که سابسکرایب نیستی باید سابسکرایب کنی. اما امیدوارم صدا خوب ضبط بشه. پاساژ هیچی نداره، یعنی همش لباس درون است. خدا وکیلی. ساعت بازم ساعت بیا ببینی اوه وایس اوه ببینی آها خب ان شاء الله یه روز میخرمش. آخه یعنی تنها جایی چیز فقط ساعت صاحبش 2000 ما داریم میبینیم. هیچ چیز خوبه. یه لحظه دور تا دور پاساژو بگیر. خدایی ببینید این همه مغازه است، یه دونش مردونه است. این سمت راست الان میرسیم. بیا بیا راست‌تر. الان یه هودی زرد میبینن بچه‌ها اون طرف. اون مردونه است فقط. قرار بود ما شفاف معلوم شیم. حالا کجا؟ باید سلام میگیرم. نه معلوم. نه اینا معلوم نیست، بدتر از اونه. ولش کن بریم. فوکس کن. آقا شجریان فندک شده بعد از مرگ. خدا بیامرزه روش شد. من که گوش نمیدادم ولی بنده خدا خوبه دیگه. فندک جدید چنده؟ فندکاش چنده؟ آقا این فندک‌ها چند؟ 110 تومان. جذاب. من بچگی نه اینو دوست داشتم. حاجی هر وقت کارتون شروع میشه هنوزم با این سن 24 سال سن هر وقت شروع میشه میگه ای منو نارنجی ام. من نارنجی نیست اینجا واقعا. من نارنجی ام. اسمش رو نمی‌فهمم هنوز. آفرین. چرا چیز دامتل داره. اینا اصلا من همین فقط خودم موقع بچگی میشم دوست داشتم. دوست سری 4 تا اینو جالب. تنها ماشینی که تو این روزا میتونیم بخریم همیناست. ما الان نمیشه فکر کنم با پول جیبمون نمیشه خرید. ما سابسکرایب کنید خریدیم. بریم آقا پاساژ. بچه‌ها ما هم پول نداریم بخریم، ما هم دلمون میخواد. این شما آجی یه لحظه بیا نزدیک. خدایی یه دونه عینه. من وقتش خدا ما دونه بگیرم. چنده؟ نمیدونم. اینا چنده؟ عالیه. آجی هر چی بخوای برات چاپ کنم. آجی این کوسانا میخوام یه دونه طرح لوگو PS5 هست، مشکی سفیده، لوگو سفیده، بک‌گراندش مشکی. هم یه دونه اونا خوبه. اصلا همه چی داره. خیلی چیز داره. اون تیشرت چاپی همه چی چاپ داره دیگه. فندکی هم مثلا اینجا یعنی چیز کردیم ما. فندکی بابا. دیگه حساب کنم بهت میدم. کرم گورمه است. وای حساب خوبی کنم کرم گورمه. گورمه خارجه. شکلات جدید من تقریبا خیلی خوشمزه است. ویفر به شکلاتی دارک نکرمته. چرا خدا وکیلی 50 گرم میبینید خندتون نمیگیره. شماره کارتش هم معلوم هیچیش معلوم نیست. الان سکیوره مهم توشه که همه چیزی. بچه‌ها خود من برم خدایی رو بگیر. این چه شباهتی به پاندا کونفو کار داره؟ دهن دارن دو بچه‌ها اینو کرم گورمه گرفتیم. شکلات جدید اومده. نمیدونم چیه ساجست آورد. بسیار من بهش ساجست کردم. کوف کن یعنی میل کن از دلم. بذار این وری بگیرم قشنگ‌تره. این وری میگیرم. حاجی تست کن وسط خیابون وسط پاساژ. لیت شدیم. نه دار بیشور درست پاس کن. خب آخه اینجوری نیستی تو جس. بخو جان. بعد چی پیدا خیال خدای. آره مردم خیلی عجیب نگاه میکنن. شکلاتی دیگه نخوردید مگه؟ فیلم میگیرم ازتون. من میخوام باش تو شما بفرمایید. کرم گورمه چه طعمیه؟ بایکید و کاکائوشو زیاد کنید. فرمند بایکید بخورید 15 خود اینو ندیدن. بابا به خوشمزگی لاش خور. بابا وکیل خوشمزه چرا میگی؟ ببین بریم یه کرم گورمه بگیرید. اگه خوشمزه بود بگیرید. 15 تومن پول اینو داد. 50 گرم 15000 تو بایکی 4 تومنه. با فرمند بخرید همین مزه رو میده. به جان خودم. کرم گورمه رفت تو دهنت خورد به دندونت. ببین کرم گورمه میخره 15 تومن مجبور آبم بخره. من از دارم همین این پاساژه نیکامال. اوف اینجا پره پلنگی. خوب فقط اتوبوس معلومه توش پره پلنگی. نمیریم پس. همین میریم
نه بلد نیستم. هول ندادم. نگو هول دادم اینجا رو خورد به یکی جدی. بیا نه. بریم بالا. بالا پایینش چی نره؟ نه بالا چیزا خیلی جذابه. خب بریم بالا. من داشته باش. معلوم نیست. من تعادل ندارم. داشت اینجا یه دستم به دوربین بره. کجا میبریم ما رو؟ بیا از این بر بریم. آهی میاد پایین. نه. همین آبرومون همین قدر رفته. نه. چرا اینا بستن؟ کجا کلافه باسته نمیشه فکر کنم. زمان فیلم برداری بچه‌ها بلند نیکامال مغازه گیم زون خیلی بازی جذابی داره. وی آر داره، پلی استیشن داره، ایراکی داره، هندیکس داره. ما هندیکسش و وی آرش رو یه دونه‌شو رفتیم. یه دونه ام اچ اس رفت، یه دونه هم که 2 نفره بود، هندیکس بود با هم رفتیم. هندیکسش بازی جالبیه بخاطر 2 نفره رقابت کنید. یه بازی گروهی داره بچه‌ها برای خونساسازی بمب توی وی آر هستش که میتونیم بین 2 تا 5 نفر بیایم اینجا و بازی کنیم. اگر دوست داشتید و میخواید که ما ویدیوی گروهی اون بازی هم بیایم اینجا و انجام بدیم و 4-5 نفره بگید به ما تا ما بتونیم ویدیوی بعدی کامنت بدید براتون تو کامنت بگید تا ما ویدیوی بعدی براتون بیان اینجا و بازی گروهی رو هم انجام بدیم براتون ویدیو بعدی که نه تو ویدیوهای بعدی. اگر ویدیوی امروز رو دوست داشتید یعنی دوست دارید که ما بیایم بیرون و جاهای مختلف بریم و بازی‌های جدید و ویدیوهای جدید و کارهای مختلف رو داشته باشیم و فقط هم پای پلی استیشن نباشیم بهمون بگید تا ویدیوهای جذاب‌تر براتون کنیم. بریم. بچه‌ها این چه سو آوردیم چیز کنیم تورستم. این چه سو آوردم با غیر مجازی این نفر دیگه با غیر مجازی بعد چیز خانه ارباب نماش بازی خانه ارباب الان میرم تو ازش میخوام فیلم بگیرم در جریان نیست فقط ببینید میخواد چیکار کنه. آجی گنگش بالاست برو. بچه این جیغایی که میشنوید از اون سمته اون خانومه داره همینه که آقای همه چیز میره رو میره. یا علی خدا کنه همه چیز هم اینقدر بهتر سا بخنم. هیچی نیست خیلی خوب اومدی آفرین. همین ناموسم چیر میزنه میگه یا اول پس میگه همین چیزی نبود که آجه هیچ چنینت هست. چرا هیچ واکنش نشون نداد ناموسم. بچه بعدش ما میخوام بریم اونو با هم بازی کنیم. چرا من هیچ واکنشی نمیدونه خدمه این در دیوار. همه چه سوارو تو دل حرفا دیگه. خانم میخواد ماشین بره. اینجا اومده چه شلوغ شد اینجا. انسان موجود زنده راه میمیره. هیچی نبود. حلال اصولا چی؟ امروز چیز من نکن نظرت چیه؟ دوشکی خب حالا نظرتو بگو. نظرم سایبرپانک نه نظر خاصی ندارم شبیه سامورایی هم فعلا نه اینه که باش سر میزده زده رو پیشونی میخواد پیشونی تو بزنن. حالا اون نظر آقای امچس رو بشنویم راجع به یه ترسناک نبود ولی بود ترسناک یه جاش خیلی ترسناک بود ولی بچه دیدید که واکنشاش معلوم بود اصلا ترسناک یه نبود. جاهای ترسناک بود. خب باز اینجوری لاپوشونی کن.
خب کلاه منو بردار کلاه ها کلاه تو بردار کلاه بود در کن دوست داشتم بریم اینو بازی کنیم نظرت و گاگنو ببرو من کلا کاتگوریاشو مشخص کرده چیز باحالی داره اینم گیماشه چه یه بازی گروهی هم داره میتونیم با هم هماهنگشیم بیا اوه خونسای بوم داره بازی گروهی 2 تا 5 نفره و هیجان باشه نور داره اینجا خوبه مثلا هر نفر یه بوم و هر نفر 15 تومن خوبه دیگه بیایم دور همین جای خاصی بازی کنیم حالا ما شاید یه بار اومدیم شاید یه بار شاید اومدیم واقعا اولین ویدیویی که من خارج از اتاقم دارم میگیرم اوف اولین ویدیو همش تو اتاق تو کنسول خیلی جالبه روزای دیگه که انرژی داریم تو اتاق ویدیو میگیریم امروز یه حال نداشتیم خیلی خسته آره اومدیم بیرون الان یارو دوباره گیر میاد پاک کنید خدا ما میریم ما پاک میکنیم مهم نیست برمیگردیم یارو که اصلا اون بعد بریم میاد بالا بریم خیلی نمیفهمه الان میاد دوباره گوشو میگیره گوشی چالش کلر کچک میچکن باشه خب ما میریم الان یه آنباکسینگ داریم براتون آنباکسینگ چی الان میریم بچه‌ها درک میکنن بابا بیخیال بریم اینو خود بی دارم میرم دروغ میگم مجبوریم زود بریم مگه نه براتون چی حالا دوباره میگه نگیره اوه در به خروجه گیر کردم این کرکر داره میاد پایین زشته همین چرا پول هیچ وقت همراه خودت انزه نمیاری یه 2 تا رستوران رفتیم آقا میگه پول نداره بریم کارت بکشیم بریم بیام زر میزنه روز میگم به این کله کتاب مثلا این آقا پول نره پول هم رو خود بیار بدیم دیگه تو ویدیو اینجوری ما رو پامون رو تو گوش نزن جان خانم رعایت حق تقدم با آب ماشاءالله رعایت حق تقدم هزار اینجا آره بریم یه ارز ساندویچ 60 تومن بود 60 تومن ساندویچ هم بخورم 80 تومن بود نمیدونم 80 بود با بیخیال بیار من انقدر گوش میده 80 تومن خیلی بابا 80 تومن تو داش بر چی جت اسکی اینجا میفروشن من گواهینامه‌شو دارم آره گواهینامه جت اسکی آره تو گواهینامه پای 3 تومنه آره نه خب نه اینو بخرم سوارشم میای دو تامون بشینیم جت اسکی چی میگه پشت الله اکبر ولی اینو بگیرین دیگه دو تای سوارشیم خدایی برو داره زر زیاد شده جت اسکی چی میگه من هنوز واقعا دیگه نداشت خنده باشه موتور آواجی من انقدر اون چیزا دوست دارم موتور چهارچرخه‌زو زوم نمیکنه زوم کن باشه انگار کالافه نه وارزونه مثلا اومدی اینجا هم هست اینجا هم هست ببین سوارشیم بریم من انقدر این موتور چهارچرخه دوست دارم بذار زوم اوت کنم هنوز لوت نکردیم میخوام در اینجوری بگیرم کلش بیفته من انقدر اینو دوست دارم
که بخریم اینو. اوه قیمت روشه 356 میلیون تومان این ناقابل 300 ها 56 میلیون و 950 هزار تومان ناقابل. من علاقم بهش رفت رامون رو ادامه این نیفتاد چی؟ بابا پیش آقا رفتیم شام بخوریم قیمت ها رو دیدیم تعطیل نبود قیمت اون اولیات قیمتاش خطرناک بود اینجا هم تعطیل نبود یه خورده حقیقتا قیمتاش زخم کرد بعد دومی ها تعطیل بود دیگه منم بغلشیم تعطیله گفتیم حالا که نمیشه یه آنباکس بزنیم دیگه آنباکس من هم نمیفهمم آنباکس چی میخوای بزنی الان میاد آنباکس بچه‌ها حال میکنن میفهمن چیه اینجا چه آنباکسی داره آنباکس نارگیل نه آنباکس نارگیل یادش بود دیدم یادم افتاد آره منتظریم حاضر شد ما رو حتما لایک کنید سابسکرایب کنید سابسکرایب بابا سابسکرایب اینو من بابا میگم که خودم میدونم سابسکرایب با بعضی میگن سلام فالوورزای عزیزم من گفتم که سابسکرایب های عزیزم یه لحظه بیار بچه میدونم چه دکتر نشدم مهمترین دلیلش اسم و فامیلمه حساب کردم اگه بخواد منو پیج کنن مثلا دکتر قلب حالا هرچی لنزو ببین برمیگرده میگه که لنزو ببین صبر کن برمیگرده میگه که جناب آقای دکتر امیررضا فروتن شهربابکی به بخش زایمان تشریف نیارید نه چرا زایمان اشتباه دیگه به بخش اورژانس تشریف نیارید مریض مرد اسم خیلی طولانی بود زایمان چرا گفتم من ندارم همچنان منتظر حاجی به یه چیز دیگه دقت کردم خانم‌ها دکتر مامایی میشن ما دکتر بابایی میشیم بابایی دکتر بابایی هم نمیشید دنبال بابایی آلا مردک از سن تجارت نکشی نه 33 سالت شد خستم امروز نمیدونم چی 33 سالت شد چرا حالا 33 گفت خدا یه دقیقه بیار بچه به من چند میخوره ندارم حتی موها من زدم خیلی بد میخوره بد میخوره بچه یه آنباکس دیگه بهتون قول داده بودم آخر ویدیو ببینید خیلی آنباکس ویژه‌ایه من نمیدونم بشر دیوانه است این سرمون خود میگه آیس بگ تو یه دقیقه اینو بگید من الان آنباکس میکنم بچه‌ها ببینن بچه‌ها یه نهی داره بعد بذار نشون بده بستنی شوخی داره خاک تو سرت کنم موز توش موز بیار گامش خاک تو سرت بای بای بچه‌ها من دارم میرم میدونم که الان همتون گفتید به آقا فقط اگه میشه آنلاین به اسنپ نزنید باشه چش براتون کارت میکنم من دارم میرم خواست خداحافظی کنم بچه‌ها امیدوارم تا بیننده ویدیو ازش لذت برده باشید. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، کامنت بذارید. اگه از این مدل ویدیو دوست دارید که واسهتون دوباره رکورد کنیم بریم حالا اینجور جاها یا اسکیپ روم های مختلف یا به قولی شهربازی وی آر مختلف، حتما تو کامنت ها بهمون بگید تا ببینیم واسهتون بتونیم درست کنیم یا نه اسکیپ روم یا هر چیزی. تو کامنت واسمون بگید در این سبک ویدیو دوست دارید یا نه. امیدوارم تک تکتون تو ویدیو بعدی ببینم. تا ویدیو بعدی. بای.